به پکیج شو خوش اومدید. ما پیش شما میایم تا اتفاقات روز دنیای تکنولوژی رو با هم دیگه مرور کنیم. خب این دفعه کلی موضوعات باحال داریم، از مدل‌های هوش مصنوعی جدید شرکت‌ها گرفته تا اپل، مایکروسافت، گوگل تا سنسور 247 مگاپیکسلی سونی. قبلش هم اینو بگم که این شو توسط گروه ویکی براتون آماده شده، جلوتر بیشتر راجبشون توضیح میدیم. خب اسلام جان بزن بریم، این هفته چی داری برامون؟ مسعود، مایکروسافت یه مدل هوش مصنوعی جدید به نام ویسای 1 رو معرفی کرد این هفته برامون. خیلی جالب بهت بگم که میتونه یه عکس رو به همراه صدایی که بهش میدی تبدیل کنه به یه ویدیو، رندر کنه و با کیفیت خیلی بالا به صورت لایو به نمایش بگذاره. توی نمونه‌هاش که مشاهده کردیم دیدیم که با تغییر انگل کامرا و حالا اتفاقات موضوعات این چنینی به راحتی ریل تایم برامون رندر میکنه، سایه ها رو اوکی میکنه، تمام شادوها و نورپردازی و انعکاس تصویر و اینا رو همه رو محاسبه میکنه و به نمایش میگذاره. چه جالب، یعنی مثل بازی، البته بازی که ریل تایم رندر میکنه همونجوری دقیقاً همونه، با یه دونه عکس فقط. با یه دونه عکس. مایکروسافت هم اسمش رو گذاشته تاکینگ فیسز که حالا ترجمهش میشه صورت‌های سخنگو. جالبت بگم که توی دمویی هم که نشون دادن یه آهنگ رپ رو گذاشتن رو مونالیزا. دیگه شما میتونید برای اولین بار خوندن رپ مونالیزا رو ببینید. خیلی جالبه. من در مورد این موضوع مقدار تفکر کردم. واقعا ما داریم پیش به یه سمتی میریم توی AI که حالا قبلا هم گفته بودیم دیگه، تو صحت و سوق ویدیوها یا صداها عملا نمیتونی اکتفا کنی. میدونی بر فرض مثال من چند وقت پیش اومدم اکانت بلو بانک بسازم، خب برای رجیستر کردن و صحت مثل هویت باید یه تیکه ویدیو بگیری، یه تیکه ویدیو بعد بگیری از خودت بذاری. خب الان عملا تو با این هوش مصنوعی عملا خب چه جوری میخوای دیگه صحت سنجی این ویدیو رو بلو بانک اوکی کنی؟ میدونی چی میگم؟ کافیه طرف یه عکس ازت داشته باشه دیگه، میده به اینو همون وایس در میاره. راست میگی، واقعا تو بحث‌های صحت سنجی باید یه ذره تغییر ایجاد بکنیم. حساب راجع به مایکروسافت داری صحبت می‌کنی، یه خبر دیگه هم از مایکروسافت این هفته اومد، اونم این که این شرکت تونسته یه موفقیت خیلی بزرگ رو توی کامپیوترهای کوانتومی و محاسباتشون به دست بیاره. حالا کاری که کرده چیه؟ اومده توی قسمت اصلاح خطاها یا اون ارور کورکشن رو تونسته اصلاح بکنه و این کامپیوترها رو قابل استفاده برای محاسبات کرده، چون قبلا مثل اینکه اروراشون زیاد بوده برای همین نمیتونستن استفاده بکنن. حالا چطور این کارو کرده؟ مایکروسافت میگه که با اتصال سیستم کیوبیت ویرچوالیزیشن خودم و سخت افزار آیون ترپ یه شرکت دیگه به اسم کوانتونیوم این کارو انجام داده. حالا محققان این دوتا شرکت اومدن با و تونستن 14,000 تا آزمایش رو بدون هیچ خطایی روی اون کامپیوتر کوانتومی انجام بدن که در نوع خودش بی سابقه است. یه قدم خیلی بزرگه واقعیتش. آره واقعا چیزی که مغزای غیر کوانتومی ما میفهمه دقیقاً همینه. حالا از این دیتایی که به دست آوردیم که خود مایکروسافت هم میگه ما یه لول اومدیم کوانتوم کامپیوتینگ رو بردیم بالاتر و قابل استفادهشون کردیم و اتفاقات جالبی قراره بیفته توی این قسمت. قبلا گوگل میگفت من کوانتوم سوپرمسی دارم، یعنی توی بحث کامپیوتر کوانتومی حرف اولو دارم بزنم. الان ولی افتاده دست مایکروسافت با این کاری که کرده. به هر حال رقابت خوبه. این اتفاقی که افتاده برای دنیا قدم خیلی بزرگیه تا اینکه بتونیم اکتفا کنیم به این موضوع، اینکه ارزان بخاطر کامپیوتر کوانتومی خطا نداشته باشن و بتونیم به آره اصلا مدل محاسبات و محاسبه‌ای رو کاملا جابجا خواهیم کرد. درسته. از مدل‌های هوش مصنوعی بخوام بهت بگم، شرکت متا اومده رونمایی کرده از لامای 3. از لامای 3 رونمایی کرده. این مدل مثل مدل قبلیش لامای 2 اوپن سورس و اکثر کدهای این مدل رو در اختیار عام قرار داده، البته با محدودیت استفاده تجاریش. نتونن استفاده دقیقاً. ببین لامای 3 میاد بک‌اند متا ای آی قرار میگیره. بخوام مثال بزنم مثل سرویس بینگ که بک‌اندش جی پی تی 4 هستش برای مایکروسافت، لامای 3 میاد بک‌اند متا ای آی، یعنی کاربران میتونن الان به سایت متا برن و از این فیچر مدل هوش مصنوعی استفاده بکنن. خیلی جالب بهت بگم که شرکت متا اومده این هوش مصنوعی روی فیسبوک هم پیاده سازی کرده. البته الان توی همه کشورها این موضوع اکتیو نیستش، یه سری جای خاص، یه سری کشورهای خاص گذاشته و
کاری که این هوش مصنوعی انجام میده، میره پست ها رو میخونه، کامنت های مردم رو میخونه و میتونه جواب بده، میتونه مثلا بر اساس اون اطلاعاتی که به دست آورده پست های گروهی جواب بده و این داستان ها. چیزی که آدم رو به فکر میبره و نظر منتقدینم بر همین باور هستش که این مدل ترین شده توسط متا که بیاد بر اساس محتواهایی که توی پست ها و کامنت ها هستن ترین بشه، آموزش ببینه این مدل AI. و نکته که از نظر من جالبه، ما در مورد توهم پذیری AI ها صحبت کرده بودیم. درسته. که این یکی از دلایل این توهمات اینه که محتواهایی که AI ها بر اساس اون ترین میشن محتواهایی هستش که توسط AI ها تو سطح اینترنت، وبسایت ها آره دیگه ایجاد شده و جنریت شده. میدونی چی میگم؟ خودشون یه چیزی جنریت آره. میکنن، خودشون رو اون ترین آره. میشن. ولی این موضوع توی بحث کامنت ها و پست ها خیلی کمه، نادره. یعنی پست ها و کامنت ها اکثرا توسط هیومن بینگ ایجاد میشه. میدونی چی میگم؟ آره، مردم می‌نویسنش. آره، این سبب شده که به نظر من دیتایی که توسط این AI جنریت بشه به نظر من خیلی سریع‌تر و شفاف‌تر و درست‌تر باشه. خیلی جالب. تو ادامه این موضوع 2 تا هوش مصنوعی برای تولید موزیک تو 1 ماه گذشته رونمایی شد به نام، اگر اشتباه نکنم، یودیو، که کار گروهی کارکنان قبلی شرکت دیپ ماین گوگله و اون یکی سونو ویتریه. خیلی جالب رو شنیده بودم. خیلی جالب بهت بگم مسعود، این دوتا مدل قشنگ یه جورایی دنیای موزیک و موسیقی رو تغییر میدن به نظر من. خیلی جالب بهت بگم که اینا میتونن آهنگ رو قشنگ بسازن، صدا بذارن، آهنگسازی کنن. عملا تو میای بهش میگی که مثلا من سبک رومنس میخوام، فلان چیزو میخوام، اینجوری میخوام، برات آهنگو تدوین شده، آماده شده، شسته رفته آهنگ جدید برای جنریت میکنه. یعنی تو دیگه نه آهنگساز میخوای نه خواننده میخوای. میدونی چی میگم؟ آره جالبه. مثل سورا شدن، برای سورا که برای ویدیو بود، این دوتا برای آهنگ استفاده میشه. دقیقاً همینطوری که میگی، با این تفاوت که آره، اون سورا قابل استفاده نیست، هنوز ندادش کامل بیرون، ولی اینا رو من چیز سونو ویتری رو دیده بودم، خیلی جالب بود. باحال دیگه. تو هر روز بری یا آهنگو سرچ کنی بگی که دانلودش کنی گوش کنی، میری به اون میگی که من چه ژانر آهنگ میخوام، برات یه دونه جنریت میکنه جدید تحویلت میده. خیلی در مورد AI صحبت میکنیم، برسیم به شرکت فرانسوی میسترال AI. میسترال AI هم یه مدل هوش مصنوعی جدید دوباره رو کرد به اسم، طبق همیشه، میسترال که اولش هست میسترال 8X22B. بعد حالا چیزی که جالبش میکنه اینه که این یه مدل LLM، یه لارج لنگویج مدله که شما میتونید دانلودش کنید. البته یه حجم خیلی سنگین 281 گیگابایتی داره و میتونید ازش استفاده بکنید. تو یه خبر دیگه گوگل اومد جمنای 1.5 پرو رو در دسترس دیولپرها قرار داد. دیگه الان دیولپرها میتونن برای استفاده ازش در واقع با اون اکانتی که دارن بهش دسترسی داشته باشن. تفاوتی با مدل قبلش داره؟ همون مدل جمنای 1.5 پرو رو قبلا گفته بود که رونمایی میخوام بکنم. الان ولی خب دسترسی بهش نبود که الان برای دیولپرها آزادش کرده. حالا دیگه مرحله میره جلوتر که در واقع بخواد اینو کامل لانچش بکنه. بعد شرکت اوپن ای آی از GPT-4 توربو در واقع رونمایی کرد، ولی توضیح نداده که این فرقش با معمولیش داره. من حدس میزنم تا توکنای احتمالاً بیشتری بگیره. اتفاقا خیلی همین سوالو پرسیدن. سم آلتمن هم مدیر عامل این شرکت اومدش یه توییت زد، گفت آقا این GPT-4 این از GPT-4 غیر توربو معمولیه، هم باهوشتره، هم که خیلی روونتر، راحت‌تر میتونه ازش استفاده بکنی. اگر این چیزی باشه که میگی، یعنی یه جورایی میشه گفتش که ما تو بینگ هم باید این عملکرد رو ببینیم دیگه. نمیدونم بینگ داره از توربو استفاده میکنه یا نه. اگر که استفاده کنه قاعدتا، ولی از یه طرفی هم خود مایکروسافت، کوپایلوت مایکروسافت یا همون بینگ قدیم، الان خیلی سرعتش بالاتر رفته، خیلی روونتر جواب میده. شاید هم این چیزی که تو میگی درست باشه، چون از نظر سرعتی به مراتب سریعتر و راحت‌تر شده. جالبه. مسعود، ایالت تگزاس آمریکا، جالبت بگم که اومده یه مدل هوش مصنوعی جدیدی رو معرفی کرده که به سوالات نوشتاری استاندارد رو
جواب چیز میکنه، تصحیحشون میکنه، یعنی به اصطلاح بهشون نمره میده، یعنی به عنوان کسی که میتونه ورقه رو تصحیح کنه قرارش میده. آره مصحح. به صورت اتوماتیک میاد سوال میده. ببین این مدل هوش مصنوعی اومده قراره که جایگزین انسان ها بشه. همون جی پی تی 4 نمیشه گفت جی پی تی 4 یا خودشون نوشته. ولی خودش من چیزی که به اصطلاح دیتایی که ازش دارم گفته که اومده خودش یه محصول یا یه مدلی از هوش مصنوعی رو رونمایی کرده. آره مخصوص این کار. و برآوردی که کردن گفتن حدود 15 تا 20 میلیون دلار در سال برای این ایالت سوددهی خواهد داشت. این چند نفر بیکار شدن. 20 میلیون دلار داره. قبلا هم در مورد این موضوع صحبت کرده بودیم که اگر که با این موضوعات تکنولوژی علمی و خودمون رو بروز نکنیم و دنبالش نباشیم خودمون بعد بیکار میشیم دیگه. آره جای هممون میاد. قبلا فکر کنم یه شرکت دیگه اولین استارت این قضیه یه شرکت دیگه زده بود. هفته قبل تلفنی بود دیگه، سوالات محاوره‌ای و ارزم بخدمت پشتیبانی لایحه رو گردن گرفت. اونم یه عدد هنگفتی تونسته بود باهاش صرفه جویی بکنه. درسته. خیلی خب توی خبر بعدی از شرکت باستون داینامیکس هستش. ببین شرکت باستون داینامیک شرکت مهندسی و طراحی و تولید رباتیکه. احتمالاً اسمشون رو شنیدین. بله. بیشتر هم توی قسمت‌های صنعتی داره کار می‌کنه. یه رباتی هم داره به اسم اسپات، شبیه سگ زرد و سیاهه. قطعاً ویدیوهاشو همه دیدیم. حالا خبری که ازش اومده اینه که ربات انسان نماش که اسمش اطلس بود رو داره بازنشسته میکنه. بعد یه ربات انسان نمای جدید خلق کرده داره میذاره، اسم اونم گذاشته اطلس. یعنی یه اطلس الان قدیم داریم، یه اطلس جدید داریم. حالا اطلس قدیمیه، فرقش با این جدیده اینه که اون از موتورهای هیدرولیکی استفاده میکرد، کلی کابل و این داستانا داشت، ولی این اطلس جدیدی کاملا برقی، خیلی جمع و جورتر شده. بعد یه ویدیو 30 ثانیه هم ازش نشون دادن که توش می‌دیدیم همه مفصل‌ها 360 درجه میتونست بچرخه. یه چیز خیلی وحشتناکی هم بود، اینجوری خوابیده پاهاش جمع شده، ترسناکه. آره اینجوری بلند میشه، بعد ترمیناتور درجا میچرخه میاد جلو، همون درجا میچرخه اونوری میره. ویدیوشو ببینید خیلی جالب و ترسناک بود، شبیه اون فیلم ترسناکا بود، این جنگیرا بود اینجوری برعکس. آره جالبه. از ناسا برات بگم، ناسا در خبری تایید کرده که قراره یک ربات پرنده به نام دراگون فلای رو به یکی از ماه‌های سیاره زحل بفرسته. دراگون فلای به زبان عامیانه بخوام بگم همون خرمگس. آره این به خاطر شکل ظاهریش. آره این خرمگس از سوخت هسته‌ای استفاده میکنه برای تامین انرژی خودش. حالا دراگون فلای که برقی نیست، هسته‌ای. آره از سوخت هسته‌ای قراره استفاده کنه برای تامین انرژی خودش و قراره که طبق گفته هاشون سال 2028 لانچ بشه. طبق گفته ها 6 سال طول میکشه تا 28 تازه لانچش میکنه. آره 6 ماه طول میکشه به این ماهی که در موردش صحبت میکنیم به نام تایتان هم هست اسم این ماه. یکی از ماهایی که متشکل شده از گاز و مایع، یه جورایی متان. آره متان قبل از حیات زمین. میدونی چی میگم؟ طول میکشه، یعنی یه چیزی حدود سال 2034 ما مأموریت این 6 سال رو هوا در واقع تا برسه به این تایتان. 6 سال رو هوا خیلی. ناسا قرار با اطلاعاتی که توسط این دراگون فلای به دست میاره ترکیب شیمیایی تایتان رو بررسی کنه و با توجه به دیتاهایی که از قبل دارن، تایتان یه سری مولکول‌های ارگانیک داره. بعد میخواد با توجه به این اطلاعاتی که به دست میاره از این مولکول‌های ارگانیک برای تحقیق روی ایجاد مولکول‌های ارگانیک و در نتیجه ایجاد حیات و این داستانا نزدیکتر بشه. میدونی چی میگم؟ که به نوبه خودش خیلی جذاب و قشنگه، به شرط اینکه از هدفشون گمراه نشن. چه جالب، 6 سالم رو هوا خواهد بود. حالا بریم یه خبر راجع به شرکت تسلا بخونم برات حسام. ببین این چند روز اخیر روزای خوبی برای تسلا نبوده. تسلا هم توی خبر اومد که 10% از نیروی کارش رو کلا تعدیل کرد. بعد دومی که تولید سایبر تراک، ماشین بزرگش رو کلا تا زمان نامعلومی متوقف کرده دیگه، تحویل نداره. خیلی ها از قبل پیش ثبت نام کرده بودن، یه پولی به
تسلا داده بودن، داشتن خورد خورد تحویل میگرفتن. گفت آقا کلا فعلا هیچ تحویلی نداریم. بعد چیز جالب ترش اینه که هر چی تا الان تولید شده بود از این سایبر تراک و فراخوانی زده به کارخونه، میگه یه مشکلی دارن این سایبر تراک ها، یعنی عین 3378 دونه که تا الان تحویل داده برگشت زده که پدال گازشونه این مشکل. پدال گاز گیر میکنه، تانک هم میموند، اصلا خیلی بزرگ و سنگینه، بود. پدال گازشون گیر میکنه. تلفاتی هم داشته، یعنی گازو میگرفت یا عادیت اومداد دیگه. آره دیگه، یعنی وای نمیساره دیگه. من یه دونه دیدم که طرف عکسشو گذاشته بود، خورده بود توی چیز خورده بود تو تیر. آره خورده بود تو تیر. حالا خود نه سرنشینه شانس آورد چیزیش نشده، برچند اون کاملا بدنش استیل، به این راحتی چیزیش نمیشه، ولی حساب کن آره واقعا اون میخورد وسط ستون پراید، هیچی ازش نموند، تریلی میزد به پراید بهتر. حالا قراره همه رو برگردونن و این مشکل گازه رو رفع کنن و دوباره بهشون تحویل بدن. قشنگ بود. اینتل بگم برات، اینتل اومده یه سوکت جدید برای سی پی آی ارو لیکش به نام LGA 1851 رونمایی کرده. سی پی یو یه ساکت، یعنی آره یه سوکتای LGA برای سی پی گفتم سی پی یو نه فکر کردم اولش گفتم سی پی یو. آره یه سوکت آخه مگه سوکت رونمایی میکنن؟ برای این من تعجب کردم. آره من خودم هم سوال بود ولی رونمایی کردی. میدونی به نظر من چون زودتر از اون فورج، چون معمولا موقعی که این سوکت ها طراحی میشن، ببین سوکت های مدل قبلیش مدل 1720 بود LGA. خب موقعی که اینا طراحی میشن معمولا چند سال فورجه میده برای اینکه شما یه مادربردی که می‌خرید تا چند سال قابلیت آپگرید، چند نسل رو میتونی تو ساپورت کنید. این سی پی آی 1720 نسل 12 13 14 رو کاور میکردن. بعد در موازاتش الان 1851 آورد، فکر می‌کنم به خاطر این اومده رونمایی کرد که قشنگ بود نکته‌ای که گفتی. حالا به هر حال الان ما در حال حاضر داریم از 1720 استفاده میکنیم و با توجه حالا به دیتاهای حال حاضرمون این الان نشون میده که 151 که این سوکتا پینش تعدادش بیشتر از اون 1720 است. 1851 رو وقتی منهاگ میکنی قشنگ به این عدد میرسی. البته استفاده کردن این 151 پین الان هنوز مشخص نیست که الان مورد استفاده میشه یا نه، میتونه توی هوش مصنوعی استفاده بشه. یعنی تو این نسل شاید استفاده نکنه، ممکن استفاده نکنه، ولی خب این پایه‌ها رو قرار داده، اون سبب میشه موقعی که مادربرد می‌خرید تا چند نسل آینده رو خب ساپورت می‌کنه. یعنی اگر که استفاده بشم دیگه کاربرا به این مشکل نمی‌خوره. 150 تا رو گذاشتی کنار، خورد با سی 151 یه دونه‌ش هم خیلی اون ارته اون یکیش ارته. آره خیلی خب راجع به اینتل داریم صحبت می‌کنیم. یه خبر جالبه، یه اطلاعاتی از اینتل لو رفت، اونم اینه که قرار این شرکت پاییز امسال در واقع نسل جدید جی پی یو های آرک رو با اسم بتل میج رونمایی کنه. بر اساس همین عشق گیم هم داره بتل میج. آره اسمای قبلیش هم همین شکلی بود. تا چند نسل بعدم اسم گذاری که اونم به اسمای همچین شبیه به همین دارن. بر اساس همین اطلاعاتی که حالا لو رفته، مثل این که اینتل قراره قبل از بلک فرایدی یا همون جمعه سیاه خودمون این جی پی یو رو بفرسته تو بازار، بتونه یه فروش خوبی به دست بیاره. دنبال رقابت با انویدیا دوباره دیگه. آره اتفاقا گفتی انویدیا هم توی خبر دیگه دیدم که جی پی یو نسل 5000ش رو قراره توی کوارتر چهارم امسال بده بیرون که میشه همون پاییز. احتمالاً با هم بیان، با هم خوبه، اتفاقا با هم شاخ به شاخ میشن. البته جی پی آی انویدیا قاعدتا قوی تر و بسیار گرونترن، ولی خب اینتل یه ذره پایینتر و هزینه پایینتری داره، میتونن کل بازار رو ساپورت کنن. آره ببین رقابت خوبه، هرچی انویدیا بهتره، ولی وقتی بازار رقابتی میشه دیگه اون طرف مقابل نمیتونه قیمت رو هرچی دلش میخواد بده، میدونی، یوزر رو وادار به انجام کاری بکنه. بعد فورس میکنه که انویدیا باز به سمت بهینه تر شدن از نظر عملکرد و کاست. آره قیمتش یه ذره آره. از این ور اینتل خب منی که کاربری هم که شاید نیاز نداشته باشم به اون انویدیا کارم با اینتل هندل بشه دیگه، با زبان سلیس مردمی دارم میگم، میرم اون هزینه‌ای رو میکنم که خب کمتره و کارم راه میفته، یعنی دم اینتل گرم. ولی مطمئنم هستم که حتی اینتل با توجه به دیتایی که شنیدم داره ورود میکنه تو عرصه حالا هوش مصنوعی
و این چه بسا که بتونه رقیب سرسختی برای انویدیا تو آینده بشه. اتفاقا گفتی توی یه خبر دیگه دیدم که اینتل داره سخت افزارهای شتاب دهنده هوش مصنوعی انترپرایز خودش رو با اسم گاودی 3 خب میده بیرون که قراره با در واقع سخت افزاری شتاب دهنده H100 یا همون H100 انویدیا رقابت بکنه. همین دیگه. ببین این هم خوبه در حتی برای شرکت ها. در صورتی که الان انویدیا الان H100 رو یه جورایی چیز کرده، الان رو H200 اگه اشتباه نکنم. آره چند وقت پیش H200 رو تازه رونمایی کرد. خب همین اگر این رقیبش باشه این سبب میشه که انویدیا پوش بشه. آره کاستش کم کنه. هر قیمتی هم دلش بخواد. الان قیمت‌های فضایی انویدیا میده برای این کار. البته بگم اینتل تازه وارد این حوزه داره میشه، حوزه گرافیک میشه. اینتل هم شرکت خیلی بزرگه، با این حال داره لنگ میزنه سر بحث درایور دادن، مشکل داره همچنان. این که از قدیم بوده دیگه. انویدیا خیلی سریع‌تر، خیلی راحت‌تر، خیلی بی‌دردسرتر. ساکر نصب می‌کردیم بعد میشستیم کار گرافیکش نمیاد، بعد میشستیم تا درایور چیپست فامیلی اینتل آپدیتش بیاد، ما آپدیت کنیم تا اینکه بتونیم بازی رو روون بازی کنیم. خب این مقدار لوپای توی این قسمت گرافیک، ولی به هر حال ما از رقابت قبلا فقط انویدیا و AMD بود، الان اینتل هم ورود کرده. خیلی جالبه. خب حسام جان بریم یه اگه موافق باشی توضیح راجع به گروه VKM بدیم، بعد در ادامه دوباره مابقی مطالب رو ببریم جلو. گروه فنی مهندسی VKM تو زمینه زیرساخت و آیتی فعالیت میکنه و آماده به انجام انواع پروژه‌های آیتی بیس و شبکه از قبیل پسیو، اکتیو، مجازی سازی، مایکروسافت، لینوکس، میکروتیک و سیسکو و غیره رو هستش. در کنارش این گروه با تولید محتواهای آموزشی و پادکست ها سر در رشد و اطلاعات آیتی من ها و عموم جامعه رو داره. خیلی عالی. دوستان بهمون پیغام بدین، برامون کامنت بذارین، بهمون ایمیل بزنین، از سایتمون دیدن بکنین. ما پاسخگوی همه سوالات شما خواهیم بود و تا جایی که بتونیم کمکتون میکنیم. در همین باره هم بگم که یه سورپرایز داریم. آره یه اتفاق خیلی جالب داریم برای هفته آینده. ما یه سشن در واقع Q&A یا همون پرسش و پاسخ خواهیم داشت و ایمیلایی که شما زدید رو در واقع اونجا اونایی که به درد بقیه هم میخورن رو پاسخ به صورت عمومی خواهیم داد. حالا ایمیلایی که بهمون بزنید رو ما به خودتون ریپلای خواهیم کرد، ولی تو این جلسه میایم اونایی که خیلی جذاب‌تر بود و به درد بقیه هم میخوره رو مطرح میکنیم. میتونه سوالای خودشون باشه اصلا. آره میتونه سوال خودتون باشه و فکر میکنم خیلی جالب بشه. پس هفته دیگه حتما با ما باشید. خب فکر میکنم یه موضوعی باید الان اینجا بریم سراغ یه بحثی بود قبل اینکه حالا بخوایم رکورد شروع کنیم، در مورد شرکت هیومین داشتی. هیومن ای آی. آره. خب راجع به هیومن ای آی یه چند وقت پیش شرکت هیومن ای آی اومد یه دونه پین، یه دستگاه جدیدی به اسم هیومن ای آی پین داد بیرون. یه پین گذاشته اسمش. بعد یه دستگاه انقدریه که روش یه دونه کامera داره، میکروفون داره و پروژکتور داره. این به صورت مگنتیک روی لباس شما وصل میشه. بعد در واقع کارش اینه که یه ای آی اسیستنت باشه. چیزی راجبش نمیدونم، یه سرچ بکنم. خب یه ای آی اسیستنت باشه و شما میتونید سوال ازش بپرسین، بهتون پاسخ بده. دوربینش میتونه فعال شه، اطرافو ببینه، بشناسه، در مورد اون براتون توضیح بده. بعد این پروژکتور کوچولویی هم که داره خیلی جالبه. شما دستتون رو میگیرین جلوش و میتونه اطلاعات رو روی دست شما پروژکت کنه و بهتون نشون بده. اتفاقی که برای این داره میفته اینه که تو بک‌اند این در واقع پین گوشم بده. آره از چت جی پی تی 4 داره استفاده میکنه. توش یه سیم کارت داره و ماهی $20 هم باید پرداخت کنید بابت دیتا پلنی که توی این سیم کارت هستش. بعد سوالات شما رو میره از اینترنت و از چت جی پی تی میپرسه، میاد و پاسخ شما رو میده. کلا دستگاه جمع جور کوچولوییه ولی کلا مورد استقبال همه قرار نگرفت. وقتی اومد بیرون به خاطر مشکلاتی هم که داشت، یکی مثلا داغ میکرد، عمر باتریش کوتاه بود، کیفیت پروژکتورش پایین بود و از همه مهمتر قیمت $700 این محصوله که قیمت خیلی زیادیه به نظر من. ببین خیلی جالب بگم، الان هم ریویوهاشو داشتم نگاه میکردم. MKBHD هم کسایی بوده که ریویو این بنده خدا رو داشته، شرکت سهامش هم سقوط کرده
ریویو مثبتی نبوده. خب و همطور که الان اشاره کردی بهش توی ریویوهاش اشاره کرده به اینکه باتری ضعیفی داره. حالا یه گیر الکی داده میگه کمربند رو میخوای ببندی مزاحمته، قیمتشه، داغ بودنشه. خب یه چیزی اینجا باشه همش بخواد داغ کنه. ببین حسام این یه چه بگم فرست پروداکته، یعنی پروداکتی که قبلش وجود نداشته. به هر حال سری اولی که تولید میکنن اینجور پروداکت ها رو مشکلاتی هم قاعدتا داره، نمیشه بگیم بدون مشکله. مارکوس براونلی یا همون MKBHD هم آدم خیلی بزرگه تو حوزه دنیای تک و سعی میکنه ریویوهای صادقانه ای بنویسه. اون پروداکتی که در حال حاضر هست رو داره نگاه میکنه و میگه. تعجبی هم نداره که سهام این شرکت الان یه مقدار سقوط کرده، ولی امیدوارم که از هم نپاچه، بتونه ورژن‌های جدیدترش رو با قیمت‌های پایین‌تر بزنه که قابل استفاده تر باشه. بابا این مارکوس براونلی اصلا یه جورایی حرفش حجته. بازار باهاش بالا پایین میشه. چند وقت پیش چی بود؟ آره راجع به ماشینه بود، خودرو ماشین. آره یارو کلا جمع کرد. آره خب ببین پروداکت بدی بود، نمیتونیم بگیم که تقصیر MKBHD که این اتفاق میفته. شما وقتی که نتونی پروداکت خوبی، محصول خوبی رو داشته باشی، این اتفاق برات میفته دیگه. مردم استقبال نمیکنن. فقط کاری که MKBHD میکنه اینه که نشونه همه میده و خب غالبا وقتی نتونی بفروشی سهامت هم سقوط میکنه. راجع به این شرکت من یه توضیح کوچیکی هم بدم. هیومن AI رو آقای امران چادهاری اگه اشتباه نخونده باشم به همراه آمریکایی هندی آره به همراه همسرش بنیان گذاری کرد. ایشون سر طراحی آیفون و آیپد توی اپل معروف بوده که از اپل جدا میشه میاد این شرکت رو میزنه. قیمت $700 به خاطر همین از اپل تأثیرات اپل. جالبه، بسیار عالی. ببین حالا حرف از اپل زدی، یه ای بابا یه موضوعی هم بگم. ببین همونطور که حالا مخصوصا حالا کسایی که گوشی دارن یا اپل دارن میدونن، اپل حالا توی خارج میگه که گوشی دست دومتون اگه سالم باشن و یه مثلا داستانی داره، میگه گوشیتون بیارین به من بدین، من بهتون گوشی نو میدم، یه تخفیف خوبی بهتون میدم، گوشی نو بردارین. حالا برند دیگه هم دارن. آره یه داستان همچین داره. چی میگن بهش؟ میگن تریدینگ پروگرام. آره که شما گوشی قبلی تو میبری. سامسونگ هم داره، گوگل هم داره. آره تریدینگ پروگرام. آره خب بعد خب این خیلی ادعایی داره سر این که من شرکت سبزم، بحث متریال بازیافتی و انرژی پاک و این صحبت ها مانو میده. بحث ای ویست اومد وسط که من کابل شارژر نمیذارم که شارژر نمیذارم. آره حالا چی شده؟ طبق گزارش سایت بلومبرگ اومده گفته که اپل این موبایل ها رو میده به یه شرکت پیمانکاری به نام گیپ. خب و این شرکت میره موبایل ها رو امضا میکنه. ای بابا. حالا تو بین این داستانا ما میدونیم که خود اپل یه سری از این گوشی ها رو به عنوان گوشی دست دو توی بازارش ریفربیش میکنه میفروشه. درسته؟ مثلا حس فکرم دیجیکالا هم ریفربیشتش الان اومده آیفون 13. خب بعد حالا تو حساب کن یه مقدار گوشی که داره ریفربیش میشه، یه سری گوشی داره به گیپ داده میشه و طبق گزارشات گیپ سالانه 250,000 تا موبایل رو امضا میکنه از اپل. خب سالانه 250,000 موبایل امضا میکنه. حالا این دیتا چجوری اومده بیرون؟ طبق نظر شخصیم یا بالا چیزایی که میتونیم برداشت کنیم، خودتون هم میتونید برداشت کنید. اپل اومده از گیپ شکایت کرد. من فکر میکنم داستان اصلا از اینجا شروع شده. اپل اومده از گیپ شکایت کرده. چرا؟ گفته که شرکت گیپ اومده 100,000 تا از این موبایل ها رو به عنوان گوشی دست دوم به چین فروخته. یعنی داخل چین به عنوان گوشی اپل دست دوم فروخته. ببین چند تا نکته. چقدر از این گوشی ها سالمن که تو تونستی دست دوم بفروشی. بعد میای اسم خودت میذاری شرکت سبز ای ویز. میگی چی میگم؟ خب اگه میشده استفاده کنی بعد چرا تا الان این چیزا رو چرا رو نکرده بودی این موضوع رو که من امضا دارم میکنم تا موقعی که الان پاد رسیده به اینکه گیپ شکایت کردی؟ میگی چی میگم؟ درسته. یه سری اتفاقات این چنینی که وقتی پیش میاد خیلی قشنگ میفهمی که این همش مارکتینگه که این چهره زشت اپل رو از جلوی دیدها پاک کنه.
آره تیم کوک میاد میگه مادر ارث میکنه، میگه ببین چقدر از این گوشی‌ها سالمن، یعنی این ادعاش اصلا که من به فکر کره زمینم اصلا هیچه، میدونی، یعنی اصلا بابا قطعاتشو بدن خلق الله بتونن گوشی‌هاشون تعمیر کنن. چی بگم واقعا ما داشتیم مثلا اون خبره رو میخوای بگی که در مورد بحث قطعات دست دوم. یه خبر خوشحال کننده از اپل هم بگم. فکر میکنم بی دلیل نیست این خبر الان اومده بیرون، فکر میکنم مربوط به همین داستانی که شما گفتی. ببین اپل اومد گفتش که توی آپدیت جدیدی که میدم گوشی‌های آیفون و مک، گوشی‌های آیفون و مک بوک ها و کلا محصولات مک این قابلیت رو پیدا میکنن که بتونن قطعات دست دوم تجهیزات دیگر رو توشون استفاده بکنی. یعنی شما اگه گوشیت خراب شد، یه گوشی دیگه به عنوان دونر بود، میتونی قطعه اون رو برداری بذاری روی این و کار کنه، هی پیغام بد نده که آقا این قطعه مال من نیست، این نباید این کارو میکردین. خب یه اتفاق خوبه، چه عجب اپل گذاشت ما این کار رو انجام بدیم. خوش به حال گیپ. البته اینم بگم که این قطعاتی که استفاده میشن رو باید حتما اپل تولید کرده باشه، یعنی یه شرکت سومی نمیتونه بره LCD بزنه برای اپل، بازم کار نمیکنه. بازم خوش به حال گیپ دیگه. آره دقیقاً. حالا موضوعاتی که تجهیزاتی که میشه جابجا کرد روی گوشی‌های اپل، باتری همش نمیشه، یعنی نه باتری، کامera، صفحه نمایش، تاچ آیدی و فیس آیدی. تاچ آیدی مال گوشی‌های قدیمی یا مکا و فیس آیدیه. اینا رو فقط میشه در واقع عوض کرد و بدون اینکه اون پیغام مزاحم کننده رو ببینی کار بکنه. بسیار عالی. فکر کنم برای ایران هم خیلی خوب میشه، چون یه مقدار قطع از اپل گرفتن تو ایران که نمیشه، ولی خب گوشی‌های دونر به اصطلاح هستن. باز به قول تو برای ایران بد نیست این موضوع. این خبر حداقل به درد بخوره کسایی هستش که اپل استفاده میکنن. یه خبر دیگه هم از مارک گرمن معروف بهت بگم. گفته که ما مدل های جدید چیپ های M4 که داریم روی مدل های جدید مک بوک ها استفاده میکنیم. این یه پردازنده خیلی قدرتمندی، الان مثلا M2 هم فکر میکنم معمولا M2 روی مک ها باشه، M2 رو تبت باشه. یه پردازنده جدید M4 که فکر میکنم تو 3 تا تایپ مختلفه که قدرت‌های خیلی قدرت‌هایی داره که میتونه حتی هوش مصنوعی هم هندل کنه این موضوع. طبق گفته‌های آقای گرمن این پردازنده 3 تا تایپ مختلف داره. پردازنده M4 نسبتاً ضعیف‌تر به نام دونان که برای مک دونان چیز بامزه دونان 2 تا نون داره 2 تا نه داره خب که برای مک بوک ایر و مدل های ارزون مک بوک پرو استفاده میشه. جالب، پرو هم همون. آره دیگه. پردازنده M4 قوی تر به نام براوا که برای مدل های گرونتر مک بوک پرو و مک مینی استفاده میشه و پردازنده M4 خیلی قوی تر به نام هیدرا که برای مک استدیوهاش استفاده میشه دیگه. جالب. چه عجب دیگه اسم اولترا بود، نمیدونم پرو اولترا و این داستانا روش نذاشته. و چه عجب که مک استدیو بالاخره پردازنده مخصوص به خودش رو تونست پیدا بکنه. اینم خوبه. اینم نمیشه گفت مخصوص داره، روی مک بوکاش هم گذاشته دیگه. حالا مک بوک پروش هست، مک مینیش هست. حالا تایپش آره دیگه یه جورایی پرفورمنسش بالاتره دیگه. هم اولترا هست اسمش گذاشته. حالا چیکار کنه؟ احتمالاً 2 تا پرو رو برام 2 تا براوا رو به هم میچسبونه این اون دفعه. خیلی خب دیگه، حالا به نظرم از اپل بگذریم، بریم من یه خبر کوتاه راجع به گوگل داره. آقا گوگل یه دونه گوگل اعلام کرد که ابزارهای هوش مصنوعی رو که قبلا رو گوگل فوتوز بود و فقط اونایی که فقط گوشی پیکسل داشتن میتونستن استفاده بکنن رو برای عموم آزاد کرده. دمش گرم. یعنی شما مهم نیست گوشیتون چی باشه، کافیه گوگل فوتوز رو نصب بکنید و اینا براتون قابل استفاده خواهد بود. حالا این ابزارها چی هستن؟ یه ماجیک ادیتور داره که میتونه دور شخص تو عکستون خط بکشین جابجاش بکنید. ماجیک ایریزر داره که دور یه آبجکتی خط میکشین و حذف میکنه، جنریت میکنه بک‌گراند. و یه دونه هم فوتو آنبلره که وضوح در واقع عکس‌ها رو بالا میبره
و پورتریت لایت اگه اشتباه نکنم. این پورتریت لایت میاد مثلا نورپردازی صورتتون و بک‌گراند و آلت فوکوس بهش میده و این داستان این شکلی. یعنی الان اکتیو این موضوع، یعنی هست روی گوشی ها، یعنی که بعد منتظر باشیم تا آپدیت اندروید بیاد؟ گفته که قرار این کار رو انجام بده، قرار آزادش بکنن برای عموم. در حال حاضر گوگل پیکسل ها اینو دارن شما، ولی الان میتونید به گوگل فوتوز یه اپیه نصب میکنی که این قابلیت ها توش هست. قبلا شما باید پول میدادی، الان دیگه فریش کردن. یعنی الان ربطی اصلا به آپدیت اندرویدمون نداره؟ نه رو گوگل فوتوز قرار میگیره. گوگل فوتوز بود که از گوگل استور آپدیت کنی این فیچر بشه، این فیچر قراره بهش اضافه بشه که دمش هم گرم. به هر حال تا حالا میدونی گوگل یه چیزی داره، یه سابقه ای داره، یه مدت کوتاهی میاد یه سری چیزا رو، آپشنا رو میده، بعد میگیره بدون اینکه اصلا دلیل خاصی داشته باشه. فعلا که هست میتونیم استفاده بکنیم. میخواد بازخورد نرم افزار و سرویسایی که داره خیلی سرویس این شکلی داده. خیلی مثلا داره. چند وقت پیش گوگل شرکت باز میکنه میبنده، مثل همین گوگل پادکست رو برداشت بست، چقدر مثل دیپ مایند جای دیگه. خوبی بود. دیپ مایند هنوز فعاله، خیلی کارکنانش شدن. آره خب ببین که جابجایی کارکنان هست دیگه، همیشه هست. الان مثلا کارکنان تسلا یا میرن توی شرکت میره اونور، ولی دیپ مایند همچنان پابرجای و داره کار میکنه. ولی خب کارکنان این ور میشن، زیاد میشن. anyway یه خبر و فکر میکنم آخرین خبر من آره باشه. من دیگه چیزی ندارم. باشه برای بعدا. نه دیگه تو داری. شرکت سونی اومده توی بحث سنسورها تو قسمت میدیوم فرمت ها یک سنسور جدید با 247 مگاپیکسل رو تولید کرده که بی‌نظیره تو نوبه خودش. قبلا بیشتر اومده بود، بیشترین مقدار این مدل برای 150 مگاپیکسل بود، سنسور 150 مگاپیکسل بود که دوربین های اشتباه نکنم هزل بلید خیلی معروفه تو دوربینا. آره دوربینای هاسلبلد اونم علت معروف شدنش هم این بود که اون فرستاد دوربینو برای عکس برداری روی ماه دیگه. آره هاسلبلد همونی بود که تو استاندارد خیلی خفنی داره. آره متریال خیلی فوق العاده، فکر کنم بالای 2 برابر باشه. آره ببین بخوام در مورد میدیوم فرمت ها بگم، میدیوم فرمت های دوربینا که حالا دوربینایی که استفاده می‌کنی بین 50 تا 100 مگاپیکسل یه تلرانسی داشته که تو این بازه بود. خفن ترین مگاپیکسل هم که 150 مگاپیکسل بود مال همین هاسلبلد بود که الان اومده 247 مگاپیکسل سنسور دوربین تولید کرده سونی که این بخوام رزولوشنش رو دقیق بهت بگم چیزی حدود 13308 در 19680 پیکسل این رزولوشن که اصلا یعنی چی؟ اصلا نمیتونم تجسمش کنم. سونی همیشه توی سنسورها حرف اول میزنه و بیشتر دوربین ها، سنسورهای دوربین ها و موبایل هامون همه سونی هست، یعنی تو سامسونگ. آره خیلی سونی. تو سنسور فکر کنم کسی رو دستش نباشه نیست، عملا نیست. بر اساس گفتار سونی سنسور جنبه تجاری داره، یعنی محصولی که مصارف تجاری رو بخوام مثال بزنم مثل دوربین های نظارتی، جایی که قرار AI ورود بکنه، یه چیزی رو به اسپسیفای دقیق بخواد ببینه، اون عددی رو بخونه. اونجا مگاپیکسل ها خیلی مهم میشن. خیلی مهمه دیگه. آره بتونه مگاپیکسل میشه دیتا. دقیقاً که به حال همه صفر یکی دیگه. خلاصه این هم بود که خبر آخر ما که شرکت سونی با سنسور میدیوم فرمت جدیدش ما رو سورپرایز کرد. من دیگه چیزی ندارم. تمامی؟ بسیار عالی. خیلی خوشحال شدیم که تا اینجای کار با ما بودین. حتما به سایت ما سر بزنید، انتقاد، پیشنهاد، ما در خدمتتون هستیم. برای ما ایمیل بزنید. سورپرایز هفته بعدمون رو حتما یادتون نره نگاه کنید. ممکنه این سوالات شما هم باشه. ما طی نشست هفته بعد تمام جواباتون رو خواهیم داد و البته که به ایمیل هایتون هم پاسخ خواهیم داد. آره یه هفته وقت دارین، اگر چیزی به ذهنتون میرسه بفرستین برامون که بتونیم اونجا اعلام بکنیم. خب هر جا هستین موفق باشین.